ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتار 137. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. خلاصه استقبالیان ما را در عمارت ضبطیه درآوردند. حاضرین جراحتی ما را یگان یگان معاینه کردند. پوست‌های پاره پاره و گوشت‌های پارچه پارچه شده‌ای متلاشی گشته را دیده بینندگان طاقت کردن نتوانسته به های های می‌گریستند. به فاعلان این بیداد سب و لعن می‌فرستادند. قزاقان روس که در قساوت قلب و سختی دل در عالم ضرب المثلند، آبی چشم جاری کرده برای بازخواست انتقام این جنایت‌ها دندان می‌خاییدند. در خانه دیگری این عمارت میلر و شولکه بود. نمایندگان ما را به حضور ایشان برآورده معاینه کناندند. میلر به جراحات و احوال ما درست تبادر ناکرده به زبان فارسی ضرر ندارد انشاءالله به می شود می گفت. اما شولکه دو دست خود در جیب به کماری بی اعتنایی در روی خانه قدم می زد. در مقابل تیریزه هایی که می آمد به برون در به دقت نظر انداخته باز پس گشته قدم می زد. به طرف ما چشم به چشم نگاه نمی کرد. وقتی که چشم ما به دیگر طرف باشد به یک گوشه چشم بی آن که ما را ملتفت کند به جراحت نظر می انداخت. هیئت شولکه بی عینه مثل فانتومایی که در رمان‌ها خوانده ایم و در سینماتوگراف‌ها دیده ایم به نظر می آمد. اندیشه هایی که در خیالش می گذشت در حرکت و اطوارش ظاهر می گشت. آثاری تأثری که از تمام محو ناشده خلاصی یافتن ما و به هیئت مجموعه به وقوع نآمدن پلان‌های خودش در نفسش پیدا شده بود چنان شدت داشت که به ظاهری حالی این دیپلماتی سنگین و سیاسیدان متین هویدا می گردید. باز ما را در خانه اول آورده چای و نان تقدیم کردند. ساعت 5 قبیل غروب با وگان مخصوص ما را به کاگان اوزاد نمودند. نمایندگان اسامی سایر محبوسین را که تا حال خلاص نشده بودند نوشته گرفته با رفاقت میلر، شولکه و عسکری روس با علمهای آزادی شهر بخارا را دور زده به ارک آری برآمده محبسها را معاینه کرده بعضی محبوسین را خلاص و خلاصی بعضی را وعده گرفته برگشته. به کاگان حاجی میربابا، میرزا نظرالله، عبدالرسول و فقیر را که مجروح بودیم
در خستخانه شهر کاگان که به اداره روس است جای دادند. سایر فراریان و خلاص شدگان از حبس در جمعیت خیریه مسلمانان روسیه و در نمره ها و مهمانخانه ها استقامت کردند. خادمان خستخانه لباسهای ما را تبدیل کرده، به جراحات مرهم بسته، به خانه نظیف خواباندند. فنن و منطقاً باید که ما را قوت حرف زدن و یارایی به پای خواستن نمی بود، لیکن ما به شوق تمام حرف می زدیم و بی معاونت کسی از جای برمی خواستیم. مقرر که این احوال غیر طبیعی بود. این قوتی بود که از فرجی بعد از شدت بر روح پیدا شده در بدن انعکاس می کرد. امشب تا نیم شب یگان مهاجرین کاگان و احباب و اویدایی که در آنجا بودند آمده ما را عیادت کرده حال پرسی نمودند. بعد از آن که همه رفتند و ما به حال خود مشغول شدیم، آهسته آهسته احوالی که بعد از این همه ماجرا روی دادنش طبیعی بود ظاهر شدن گرفت. تبلرزه شدید، بیهاری مفرید پیدا شد. خادمان خستخانه از پرستاری ما ذره‌ای فرو گذاشت نکردند. روز شد، قوتی به خلا رفتن نبود. خادمان معاونت کردند. یک دکتری افسریگی که متصدی این خستخانه بود با یک نفر دکتری روسکی به خستخانه راه آهن متصدی بود ما را معاینه کردند. درجه جراحت و اسبابش را در اوراق ضبط کردند. میزان الحراره گذاشتند. مقدار تبی فقیر 39.5 درجه، از آن میرزا نظرالله 40.2 درجه، از آن حاجی میربابا 39 درجه، از آن عبدالرسول 40 درجه بود. امروز به ما دوای مقوی و مسکن حرارت دادند. در جراحات مرهم بسته به آسوده خوابیدنمان توصیه کردند. تا روز سه‌شنبه حال من به یک منوال بود، اما حال میرزا نظرالله بد می نمود. غذا را درست قبول نمی کرد. آثار ضعف و ناتوانیش زیاده می گردید. روز سه‌شنبه میرزا نظرالله را باز دکتران جمع شده به مشورت معاینه کردند. دواهای دیگر نوشتند. به این معاینه فقیر بیزاد به جراحت میرزا نظرالله نظر انداختم. بسیاری گوشتهایش پاره شده افتاده بود. حتی بعضی استخوانهای بدنش می نمود. وقتی غروب ما همه به حال خود مشغول بودیم، آوازی به کسی سخن کردنی میرزا نظرالله به گوشم رسید. از تحت لحاف سر برآورده به طرفش نگاه کردم که کسی نیست، اما خود به خود حرف می زند و دستهایش را از غیر ترتیب حرکت می دهد. یقین کردم که حالش تنگ است. به واسطه خدمتکاران مدیره خستخانه را، خستخانه به اداره یک زنی سالخورده روس بود، طلب کرده به احوال میرزا نظرالله دقت کردنش را خواهش نمودم. خودم به واسطه تلفن در مهمانخانه بلشوی مسکوفسکی حال را به بخاریان معلوم نمودم. فرصتی بود که از طرف جمعیت بخاریان 2 نفر به عیادت آمده برای ادای مراسم دینی میرزا عبدالرحیم مدرس را و برای خدمت و ترجمانی محمد عظیم یعقوب بایزاده را گذاشته رفتم. به واسطه عملیات طبی میرزا نظرالله به حالت هوشیاری آمد، لیکن آثار ممات در چهرهش نمایان بود. یک دختری روس به عنوان همشیره شفقت در خدمت بود. فکرش را در باب میرزا نظرالله پرسیدم. مایوسانه خدا می داند گفته جواب داد. تا صبح معلوم می شود گفته علاوه نمود.
غرض تا صبح میرزا نظرالله حال به حال و محتضر بود، لیکن فکر و هوشش بجای، تکلمش منتظم بود. آه می گفت، وحشیان و ظالمان را به خدا حواله می کرد، از شدت آزار جراحت شکایت می نمود، هر زمان به حاضرین به احباب غایبین سلام تبلیغ کردن را توصیه می کرد. از باقی ماندگان یک مادری پیر و زنی جوان و یک دختر و یک پسر داشت. از آنها هیچ یاد نمی کرد. معلوم بود که از دنیا و ما فیها تمام دل سرد شده بود و خداوند کریم التجا می کرد و کلمه شریفه توحید و شهادت را تکرار می نمود. میرزا رحیمی مدرس به سری بالینش یاسین شریف تلاوت می کرد و کلمه شهادت را تلقین می نمود. محمد عظیم در سایر خدمات رسیدگی می کرد. دختری روز هر زمان برای تسخیل نفس کشیدن و اعاده قوت در تحت جلد دوا می فرستاد. در شیشه ها آبی جوش حاضر کرده به دست و پایش میساس می کنند. ساعت به ساعت لباسش را تبدیل و جای خوابش را تازه می نمود. خلاصت تا صبح حال بدین منوال بود و ما نیز به اندیشه دور و دراز افتاده تمام شب بیدار بودیم و از حال پرملاری این جوانی بی آزاری رقیق القلب رقت در رقتم می افزود. قریب طلوع به آسانی تمام نفسی واپسینش را کشیده به این جهانی فلاکت بنیان ودای ابدی و پدرودی دائمی کرده از زندان دنیا رهایی یافت. رحمت الله علیه رحمتاً واسعة. میرزا نظرالله چگونه آدم بود؟ کسی که از دوست و دشمن میرزا نظرالله را میشناسد ابداً به دل آزاری از این جوان ندارد. میرزا نظرالله در تمام عمر با کسی عربده و آشوب نکرده و کسی را از آشنا و بیگانه آزاری نرسانده است. حلیم، متواضع، گشاده‌روی و سلیم الوضع بوده در اوایل حال در ریگستان تحت طاق تیرگران بزازی می کرد. وقتی که شرکتی برکت تأسیس یافت، مؤسسان شرکت بنابر اعتمادشان بر امانت و راستکاری میرزا نظرالله در هیئت مؤسسینش داخل کرده خرید و دیگر امرهای مهمه مغازه شرکت را به موما الیه سپاریدند. در باب تجارت خیانت یا دروغگویی را کسی از میرزا نظرالله روایت نکرده است. سیاحت استانبول و اروپا کرده بود. همیشه هم سفرانش از موما الیه اظهار رضامندی می کردند. آداب دینی را مثل یک شیخ بیریا رعایت می کرد. هیچ وقت نمازش را به قضا نمی ماند. به قدر امکان نماز را به جماعت ادا می کرد. یک وقت به شدت گرما در رمضان بیماری سخت شد. طبیبان لزوم افطار را بیان کرده مساعده شرعی را معلومش نمودند. مع ذالک افطار نکرد. والحاصل رعایه آداب دینی را به درجه تعصب رسانده بود که از مساعده های شرعی هم استفاده کردن را دلش قبول نمی کرد. تخمیناً 30 سال عمر داشت.
بعد از وفات زن اولیش پیشتر از بلوا همخانه نو گرفته بود. وقتی که فتنه و بلوا برخاست، سبب به دستگیری خودش ملاحظه نکرده به خانه پیش مادر و اولاد خود صبح یکشنبه نشسته بوده است که مأموران قشبیگی به رفاقت سلطان خواجه نام فراشباشی قشبیگی به خانهش مسلحاً هجوم کرده، به بالای زن و فرزندش بی ابا در آمده، به ضرب و لطی بسیار به دربار امیر آورده، به محبسی که در بالا عرض شد انداخته بودند. نظر به قول میرزا نظرالله 9000 سوم نقد به خانهش بوده است که مأموران قشبیگی در وقت هجوم مبلغ مذکور را تاراج کرده، برای زقومی که روز قیامت خواهند خرید سرمایه احتیاطی گذاشتند. اتفاق عجیب. بعد 2 روزی شهادت میرزا نظرالله، سلطان خواجه فراشباشی قشبیگی که به گرفتن میرزا نظرالله راهبر بود، فجاعتاً وفات کرده، مکافات این خدمت نمایانش را در دنیا ندیده به مجازات اخروی شتافت. بعد از وفات نعش میرزا نظرالله را به خانه دیگر نقل داده، مراسم جنازه و تدفین را برای روز پنجشنبه مهیا کردنی شدند. مادرش را از کاگان آورده اجازت گرفته در جواری راهی کاگان بخارا در قرب کاگان کهنه در بالای تلی مزاری مخصوصی تأسیس کرده، نشانگاه ابدی کرده ماندنی این مزار را مقرر کردند. روز پنجشنبه 5 رجب سنه 1335 مطابق 13 اپریل 1917 نعش شهید سید را به اختلافات لایقه از بیمارخانه برداشته به جمعیت کثیره جنازه خوانده در مدفن مذکور ودیعه خاک غفران نمودند. در رسم تدفین طلبه مکتب تاتاران و عسکر روس نیز اشتراک کردند. از هر طرف نطقهای آتشین گفته به ختم قرآن کریم رسم تدفین را اختتام دادند. یکی از احباب نظرالله شهید 1335 به تاریخ او نوشت: روزی چهارشنبه در بیمارخانه رسام آورده فوتوگرافی ما و جراحت‌های ما را از فوتوگرافی نعش میرزا نظرالله و جراحت‌هایش را در حالت وفاتش گرفتند که در این اوراق مشاهده خواهید کرد. از روز چهارشنبه اعتباراً دکتر به عملیات شدیده شروع کرد. همانا برای اعاده قوت و تسکین حرارت ما تا حال به مرهمانی های سریدستی اکتفا می کرد. بعد از این کم کم عملیات جراحیه کردن گرفت. هر روز قریب 1 ساعت عملیات می کرد. در این 1 ساعت گوشت های فاسد شده را با اسطوره و انبور بریده و چیده می گرفت. این عملیات هرچند برای صحت استقبال لازم بود، لیکن موت فوری از این عملیات آسانتر می نمود. غیر از دکتر و اتباعش کسی به دهشت و شدت این عملیات تاب آوردن نتوانسته،
همه از خستخانه دورتر می شدند. به همین طریقه 25 روز عملیات بود. هر روز بعد از عملیات به فکر عملیات روزی آینده مضطرب بودم. آزار چنان قوت داشت که حرکتی سخت سبب شدت درد و الم شده بیهوش و طاقتم می کرد. طریق خواب همیشه با یک کتف مایل بر روی ناکی بود. از بیم آزار ساعتها غیر متحرک به یک حال می خوابیدم. الغرض در 25 روز عبدالرسول صحت یافته از خستخانه برآمد. حاجی میربابا در 40 روز مرخص شد. فقیر در 52 روز از خستخانه اذن خواستم. دکتر برای رعایت بعضی تدبیرات و با استعمال بعضی دواجات توصیه کرده اجازتم داد. وقتی تحریر این سرگذشت که 27 ربیع الثانی 1336 هجری است، یعنی از ایقای ضرب قریب 10 ماه گذشته است، هنوز آثار آزار در محلهای جراحت موجود است. بررسیدن گرمی یا سردی یا چیزی سخت جای جراحت خارج پیدا کرده آثار درد معلوم می شود. ذاتاً فقیر از سیاسیات متنفر بودند. این همه فجایع را از سوی حرکت سیاسیون بخارا با وجود عدم تداخل خود کشیدم. بعد از این به خود عهد کردم که دیگر در محیط بخارا نباشم و سری خود را از این گرداب فلاکت بیرون تر کشم، چون به سبب محاربه عمومی در یک گوشه دورتری دنیا سفر کردن ممکن نبود. به سمرقند آمده منزویانه استقامت کردم تا بعد از این خداوند کریم چه خواهد. بعد از آن که ما به خستخانه آمدیم، حکومت بخارا چی رفتار کرد؟ الچی خانه چگونه مقصد بروز داد؟ فراریان به کاگان چی تشبسات کردند؟ فقیر به تفصیلات جواب این سؤالها واقف نیستم. از اجمالی معلوماتی که در این خصوص حاصل کردم معلوم می شود که حکومت بخارا به اتفاق میلر و شولکه در تنکیل اصلاحات خواهان کمر بسته بودند. اینک اجمالی وقایع را به قدری که می دانم می نویسم. حکومت بخارا و نصرالله قشبیگی در تعقیبات و توقیفات اصلاحات خواهان هر حرکتی که کرده باشند اختلال مردم را سبب می گرداندند. بنابر شورش عمومی خود را به این حرکات در نظر اجنبیان مجبور نشان می دادند و حال آنکه حکومت بخارا برای تسکین فتنه و رفع بلوا هیچ حرکت جدی به کار نبرده بود. اگر حکومت بخارا در اول بلوا از شورشچیان 2 نفر را حبس می کرد یا 2-3 نفر از ملایان را تهدید به عزل می نمود، اصلاً بلوا بالا نمی گرفت. هر کسی که به احوال روحیه مردم بخارا و علما واقف است به خوبی می داند که اهالی و علما بغیر از رضای حکومت دیگر خواهش ندارند. بزرگان ایشان حکومت دوست و امیر پرستند. مردمی که برای یک مأخذ 1000 تنگگی ملازمت به قاضی کلان و قشبیگی را به درجه عبادت می رسانند، مردمی که برای یک خلعت پادشاهی از هیچ گونه کار روی نمی گردانند، به امر حکومت مخالفت برای چی کردنشان و تا کجا کردنشان معین است. حکومت وقتی که صمیمانه در اصلاحات نیت داشت، به واسطه نصرالله قشبیگی مکتوب نشر کرده به اصلاحات
هیچ کس مانع شده نتوانستن را اظهار کرده به رفع هر گونه موانع به امر جناب عالی به جدی کوشیدن را به اهالی فهمانده بود. پس برای رفع موانع چی کرد؟ آیا یکی از آنان را که به امر امیر مخالفت کرده اختلال برداشتند حبس کرد؟ لااقل کسی را تهدید یا توبیخ نمود؟ نه، هیچ کار نکرد. بالعکس حرکت‌های مؤدی اختلال و مقوی روح فتنه‌کاران هر قدر که از دستش می آمد کرد. طلبات اهل بلوا را بالعین و رأس قبول و اجرا نمود. هر قدر اشخاصی که به تهمت اصلاحات خواهی توقیف شده باشند همه را بذات مأموران حکومت مسلحانه رفته توقیف کرده آوردند. این مأموران به امر و فرمان نصرالله قشبیگی حرکت کردند. اهل بلوا در کوچه و بازار کسی را نکشتند و بی رفاقت مأموران قشبیگی به خانه کسی هجوم نکردند. فقط وظیفه خودشان را که فریاد باشد به خوبی ادا کردند. اگر حکومت امر توقیف نمیداد هیچگاه اهل بلوا به هجوم به خانه کسی جسارت نمی کردند. حتی بعد از امر توقیف نیز اهالی بذات هجوم نکردند. تنها به مأموران حکومت یارمندی و راهنمایی کردند. حکومت جدولی حاضر کرده بود. کسانی را که در آن جدول اسامیشان مستور بود به قدری که به دستش افتاد و از خانه اش یافت آورده حبس و زجر کرد. کسانی را که از راه و بازار اتفاقی آورده حبس کردند در آنها آنقدر اهمیت نمی دادند. هر قدر شدت کی بود حکومت در حق اشخاصی مستور در آن جدول می کرد. میرزا عبدالفیاض که یکی از کاتبان نصرالله قشبیگی بود اما به ترقی پروران و اصلاحات خواهان اصلا رابطه و رفت و آی نداشت، مما الیه را نیز منحیان نصرالله قشبیگی اصلاحات خواه به قلم داده بودند. روز یکشنبه قشبیگی میرزا عبدالفیاض را آدم فرستاده آورده به مجرد حضور گفت: حالا تو می خواهی به خزانه جناب عالی صاحب و مفتیش گردی؟ به ماموران خطاب کرده گفت: زنید این کورنمک را. بیچاره میرزا را زده زده از لباس تجرید کرده به آبخانه انداختند. پس چگونه حکم کرده می شود که نصرالله بی هنوز در سر اصلاحات بود؟ پس چگونه تأویل کرده می شود که نصرالله بی همین قدر ظلم را به خواهش اهل اختلال مجبور شده کرد؟ شما گفتار 137 را از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.